قرآن میگه یعقوب برای یوسف گریه کرد. یعقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر. یعقوب میدونست یوسفش کجاست، میدونست سالمه، میدونست در کاخه، میدونست مشکل ندارد، پیغمبر خدا بود، میدونست و گریه میکرد. و ما که نمیدونیم یوسف فاطمه کجاست، ما چقدر باید گریه کنیم؟ ما که باید بیشتر از یعقوب گریه کنیم. که کی آدرس مهدی رو بلده بگه؟ کجاست پسر فاطمه؟ ابرزوا امزی توا. آقا کجایی؟ عزیزون علی ان اری الخلق ولا ترا. سخت بر من حجت ابن الحسن همه رو ببینم تو رو نبینم. گریه هاتون رو برای مهدی بکنید، اشکاتون رو برای پسر فاطمه بریزید. مهدی غریبه، مظلومه. برای یوسف زهرا ناله کنید، اشکاتون رو بیمه مهدی کنید. قرآن داره با مثال یوسف و یعقوب یاد ما میده. یکی از وظایف ما اینه که گریه هامون بیمه پسر فاطمه بشه. و امام زمان میگه اگه تو به یاد من باشی منم به یاد تو هم. اگه تو برای فرج من دعا کنی منم برای سلامتی تو دعا میکنم. تو وقتی به فکر من باشی منم به فکر تو هم. جوون ها نمیدونم این حرف از من تا حالا شنیدید یا نه، ولی بگذارید شب سوم مجلس محرم سال 85، شاید محرم آخرین باشد، بذارید درد و دل امام زمان براتون بکنم. اگه کسی از من بپرسه از امام حسین قریب تر کی، میگم از حسین قریب تر پسر فاطمه مهدی زهراست. دلیلم دارم، استدلالم رو گوش کن. نمیخوام احساساتی بشی گریه کنی، یا با فهم گریه کن. دلیلم رو گوش کن و گریه کن. من عرضم اینه، حسین سید الشهداست، درست، به مظلومیت شهیدش کردن، درست، اما حسین یه ابوالفضل داشت. عباس امام زمان کیه؟ حسین یه علی اکبر داشت. علی اکبر امام زمان کیه؟ حسین قاسم داشت، اون داشت، جعفر داشت. چراغا رو خاموش نکنید. کیه قاسم و علی اکبر امام زمان؟ کیو داره حجت ابن الحسن؟ کیه امام زمان؟ کیو داره؟ دلش خوش کی کرده؟ دلش خوش من تو کرده؟ من و تو عباسی برای امام زمان؟ یه استدلال. استدلال دوم، از پیغمبر تا تولد امام زمان 255 سال طول کشید. تا اول امامت حضرت مهدی 260 سال. جوانهای دانشجو، جوانهای غیرتمند، جوانهای ولایتی، جوانهای امام زمانی، 13 تا معصوم مظلومیتشون همه با هم 260 ساله. اما امام زمان به تنهایی 1170 سال قریبه. تو رو به خدا مهدی از امام حسین مظلوم تر نی. کسی دیگه سراغ امام زمان رو میگیره؟ کسی دیگه به فکر امام زمان هست؟ 24 ساعت از همین این شبانه روزت گذشت، از دیشب تا حالا به من نمیخواد جواب بدی. خودت و امام زمانت از دیشب تا حالا چند بار توی 24 ساعت به فکر امام زمان بودی؟ به یاد پسر فاطمه بودی؟ آقا کجایی؟ چه میکنی؟ از دست من راضی هستی؟ نیستی؟ امام زمان دلش خوش من و شما بکنه؟ خبر نداری امام زمان پیغام داده؟ ماه مبارک رمضان پارسال یکی از علما تو جمکران خدمت امام زمان رسید. من با یه واسطه میگم، اجازه ندارم بگم کی، با یه واسطه میگم، چون یه تیکه پیغامش هم مربوط به من بود. خودشو من شمال میرفتم مارم از اون منبر، اون عالم بزرگوار پرسیده بود، اومد مازندران یه افطار با ما بود، گفت
بنده رو داغون کرد، له کرد، قلبم و چلون رفت. بیچاره شدم 1.5 سال 2 سال. ماه رمضان پارسال نتیاسد، ماه رمضان پارسال به من این خبر رو دادن که امام زمان علیه السلام روز 13 ماه رمضان تو جمکران خدمت یکی از علما، خدمت آقا رسیده، میگه دیدم چشمای مهدی فاطمه کوچولو شده، زیر چشمای امام زمان کبود شده. گفتم آقا چرا به این روز افتادید؟ فرمود از بس شیعه ها گناه میکنند و من اذیتم میکنم. من از دست شیعه هم به این روز افتادم. من از سنی ها توقع ندارم. این کلام امام زمان. من از زرتشتی ها و بهایی ها و مسیحی ها و یهودی ها توقع ندارم. من از بودایی ها و هندوها توقع ندارم. از بچه شیعه های خودم توقع دارم. شما که معتقدید ابن الحسن میگید امام زمان تو کار هست، شما چرا گناه میکنید؟ شما چرا معصیت میکنید؟ شما چرا چشماتون آلوده شده؟ شما چرا شکماتون پر از حروم شده؟ شما چرا با کاسبیاتون قلب مهدی رو میشکنید؟ شما چرا رباخور و نزول خور شدید؟ شما چرا اینقدر آمار طلاقتون رفته بالا؟ شما چرا آبرومن امام زمان رو تو دنیا میبرید؟ امام زمان از دست من و تو دلش خونه، از دست من و تو، نه از دست سنی ها، نه از دست بهایی ها. اونا که مال امام زمان نیستن، اون اصلا کاری با حجت ابن الحسن. امام زمان میگه هی میگی ابن الحسن گناه میکنی؟ آقا فرموده بود مردم گناه میکنن، من شب تا صبح باید گریه بکنم بگم خدایا به خاطر من ببخشش. این گریه کنه حسینه، این مشکی پوش حسین منه، این برای مادر کتک خوردم گریه کرده، به خاطر گریه هاش خدایا ببخشش. من هی باید واسطه بشم عذاب نیاد برای شما. مهدی برای ما گریه میکنه، چرا ما برای مهدی گریه نکنیم؟ جوانی که شب میخوابه صبح بدون اینکه نیت کنه صبح بیدار بشه نماز صبح، اصلا دیگه تفکر نماز تو ذهنش نیست، این جوان میتونه بگه من شیعه حجت ابن الحسنم؟ حالا یه جوانی شب میخوابه به نیتی که صبح بلند شه نماز صبح بخونه، بیدار میشه ببینه ساعت 9 صبح، نیت داشته و خوابیده بیدار نشده، کوک کرده موبایلشو بیدار نشده، زنگ کوک کرده و بیدار نشده. خب النوم اخو الموت، آقا میخوابه بدون اینکه نیت کنه صبح بلند بشه 2 رکعت نماز بخونه، بعد از نماز بگه خدایا به حق این نماز صبح فرج آقامو برسون. این جوانی که نه اهل نماز، نه اهل خدا، نه اهل تهجده، خودشو شیعه مهدی میدونه، این قلب امام زمان رو تیکه تیکه نمیکنه؟ دختر شیعه که با مانتو میاد، چادر فاطمه رو گذاشتی کنار، حالا هم که دیگه مانتو تموم شد، با پیرن و شلوار دارن میان تو جامعه. گذشت حیا، اگه یه نصف حیا هم توی جامعه بود، اون نصف هم دیگه نی. و این خانومی که غزک کرده دوزک کرده خودش درست میکنه، میاد تو کوچه ها میده جلو نامحرما. دختری که تا چشمش بیفته به یه جوان نیشش تا پناگوشش بازه، با چشماش داره هرزگی میکنه. این دختر شیعه قلب مهدی رو تیکه تیکه نمیکنه. این زنی که حقا آرایش میکنه تو مجلس نامحرما میاد، این سیلی به حجت ابن الحسن نمیزنه. امام رضا از دست کی دلش خونه؟ دست مسیحی ها، یهودی ها، یا 4 تا شیعه مثل من و شما؟ گریه کنید برای امام زمانش، توبه کنید با گریه کردنتون برای خون امام زمان. تا کجا گریه کنیم؟ تا اونجا که قلب مهدی رو به دست بیاریم، تا اونجا که گریه بکنیم امام زمان به گریه هامون ترحم کنه. یه کاری کنید برای امام زمان. نماز میخونه، نه یه قنوتی، نه یه اللهم کن لولی یکی، هیچ. به کجا؟ نماز، اونا که نماز میخونن نمازشون بو امام زمان نمیده. شما نذر رو برو نگاه کن، آمار نذر رو بگیم چند تا سفره پهن میکنن برای فرج امام زمان،
چند تا سفره پهن میکنن برای اینکه مریضشون رو شفا بده خدا، خونه دار بشن، ماشین دار بشن، بچه دار بشن، قرضشون ادا بشه. دعاهای مردم آدم بیاد جمع کنه، خودت که دعا میکنی چند تا دعاها برای حجت ابن الحسن، آرزوات و عدلت بیروز بیرون بید. چند تا آرزوات مال امام زمان. امام زمان توی دل ما قریبه، تو خونه ما قریبه. دخترت علامه کنه ولی یکی یادش دادی بچه کوچولو تو شعرهایی که تو تلویزیون میخونند و همه رو حفظن، همه رو، تمام خواننده ها رو میشناسه بچت، تمام هنرپیشا رو میشناسه، تمام فوتبالیستا رو میشناسه، همه برنامه ها رو میدونه. شنبه کانال 1 چی داره، دوشنبه چی داره، کدوم سریال کی پخش میشه، همه حواسا رفته تو این تلویزیون، تو این قوطی جادو و سحرآمیز. ولی پسرت خبر داره، دخترت خبر داره امام زمان اسمش چیه، قرار کی بیاد، برای چی نمیاد. اینقدر که سریال ها رو دنبال میکنید ببینید این سریال بعدش چی میشه. وقتی هم نبینی از 100 تا میپرسی، دیشب من خوابم برد نتونستم ببینم، پرسیدی این جمعه چه خبر، از امام زمان چه خبر. به اندازه یه سریال برای حجت ابن الحسن ارزش قائلیم، به اندازه یه فیلم سینمایی، به اندازه یه مسابقه فوتبال جوونا که چند شدند و کی برد و کی باخت، به اندازه یه توپ ورزشی برای حجت ابن الحسن ارزش قائلی. چقدر ما اومدی برای امام زمانه؟ مگه شیعه نیستی شما؟ از کی سوال کردی؟ پیش کی رفتی؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حلبی را. شیخ محمود حلبی پیرمردای سفیدا میدونن من که میگم، تو همین یزد شما چقدر منبر رفت مرحوم حلبی، مجتهد امام زمانی حجت ابن الحسنی میبرد برای امام زمان، همه منبراش امام زمانی بود. گریه میکرد مرحوم حلبی که مرحوم کافی شاگرد حلبی بود، مرحوم خبازیان شاگرد حلبی بود، شاگرداش همه میگن یا ابن الحسن. هر کی تو خط حلبی باشه منبر در بس مال امام زمان. کاری با انگای سیاسی هم نداریم که به این اون میچسبونن. و مرحوم حلبی میگفت یه مرغ، یه بوقلمون، یه مرغ تو خونت باشه، ببین تو رو به خدا کار. و خودش هم گریه میکرد، گفت امام زمان منو ببخش، من چیکار کنم، جامعه منو به اینجا رسونده این مثال بزنم. هی میزد تو دهنی گفت ای وای بر من چه خاکی مثلا کنم از دست مردم و بی تفاوتی مردم که مجبورم این مثال بزنم. یه مرغ، یه بوقلمون تو حیات خونت باشه، یه رو بیای ببینی نیست و احتمال بدی در باز بوده رفته بیرون، تا کجا دنبالش میری بگردی؟ از همسایا میپرسی بوقلمون منو ندیدیم، مرغ منو ندیدیم، میای تا سر کوچه از مغازه دارا میپرسی، میگردی کل محل رو که یه مرغ تو پیدا کنی. چند سالته؟ 50 سالته؟ 50 سال امام زمان تو نمیدونی کجاست، کجا دنبالش گشتی؟ کی رفتی بپرسی پسر فاطمه کجاست؟ چرا دلامونو دادیم به دنیا، خالی کردیم دلمون از عشق مهدی فاطمه؟ به اندازه یه سند خونه که گم میشه خونه رو زیر رو میکنی، یه چکت گم میشه اگه سفید امضا باشه شب خوابت نمیبره، امام زمان به اندازه یه دست چک قبول بکنه، اندازه یه سند. ای داد بیداد، امام زمان دلش خون، ولی خوش بال اونایی که بلند میشن یا ابن الحسن. روایت داریم جوانای خوب آخر زمان شب که میخوابن با وضو میخوابن، رو به قبله میخوابن. اگر بدونن شب برای نماز شب بیدار نمیشن، سر شب نماز شبشون رو میخونن.
میدونید که جوان میتونه سر شب نماز شب بخونه، میگه آقا من خوابم میبره، لیاقت پیدا نمیکنم، بعد نماز مغرب عشاش، قبل 12، بعد از 12، قبلی که بخوابه میگه من میدونم بخوابم نمیتونم 11 رکعت بخونم، وای میسه میخونه، بعد میخوابه، رو به قبله میخوابه، میگه امام زمان خودمو به تو سپردم. امام زمان میشه شب دست مبارک تو رو سینم بگذاری، تکونم بدی منو بیدارم کنی، من یه لحظه جمالتو ببینم. با عشق بازی با حجت ابن الحسن میخوابه، صبح بلند میشه، نماز صبحشو میخونه، زد عاشوراشو میخونه، تو نمازش اللهم کن لولیک میخونه. آقایون جوونا روایت داریم هر کس تو نمازش اللهم کن لولیک بخونه یا اصلا دعا فرج بخونه 90 چیز گیرش میاد. سندشو بهتون میگم برید مطالعه کنید، کتاب موعودنامه یا الفبای مهدویت. هر کی درباره امام زمان چیزی خواد بدونه تمام مطالب ناب رو آقای تونئی در این کتاب جمع کرده. آقای تونئی در کتاب الفبای مهدویت یا موعودنامه، اول همین کتابی که ورمیداری 20 صفحه است فقط برای ثواب خوندن دعای فرج که چی گیرت میاد. تا میگه اللهم کن لولی یک دست بالا میکنی، امام زمان هر جا باشه دست بلند میکنه، میگه خدایا به خاطر من مهدی این جوون هر چی میخواد بهش بده. خدایا ببینی به یاد منه، منم به یاد اوام. خدایا امروز روز خوشی باشه براش، امروز کمکش کن گناه نکنه. صبح که بیدار میشه نمازشو با اللهم کن لولیک. وقتی از خونه میخواد بره دانشگاه، میخواد بره بیرون، امام زمانی این طوری هست، دم در میگه یا صاحب الزمان من خودمو به تو سپردم. آقا خودت میدونی خیابونا چه خبره، آقا خودت میدونی تو این پیاده روها چه خبره، آقا میدونی زنها امروز تو جامعه دارن چه میکنن، آقا میدونی توی دانشگاه ها چه خبره، آقا خودت میدونی هر کی بخواد ایمانش رو حفظ کنه خیلی سخته. آقا من نمیخوام گناه کنم، تو کمکم کن، تو دست منو بگیر. اگر خودتو به امام زمان بسپاره امام زمان دستتو میگیره، بخوای گناه نکنی امام زمان دستتو میگیره. میدونی ما چوب کجا را میخوریم؟ چوب این نمیخوریم که به قول خودمون زیگزالی حرکت میکنیم، صاف نیستیم. روزه میایم گریه میکنیم، عروسی میریم میرقصیم، با عرق خور میشینیم خوشوبش میکنیم، با نماز شب خون میشینیم التماس دعا بش میگیم. یه رنگ نیستیم، به خاطر این چوب میخوریم. یه جور باش، خودتو دست یکی بده، امام زمانی باش. امام زمانی که شدی رفیقاتو امام زمانی انتخاب میکنی، قیافتو امام زمانی درست میکنی، نگاهاتو امام زمانی تنظیم میکنی، حرفاتو امام زمانی. من دارم میگم اشتباهات ما رو تکرار نکن، یه جور باش، یه سمت برو، یه راه رو طی کن. امیرالمومنین ببین دوروبریاش کیان؟ ببین دوروبری امیرالمومنین سلمان، ابوذر، میثم، مالک، رشید حجری، خمیل، همه گلا دور علی هم. دور معاویه کیان؟ عمرو عاص، یزید، مروان، هرچه حرومزاده است دور هم. این ور همه گلا، این ور همه آتش بالا. نمیشادم بره پشت سر علی نماز بخونه، سر سفره معاویه نهار بخوره. نمیشه بابا، نمیشه در آن واحد اینجا هم روشن باشه هم تاریک باشه. نمیشه در آن واحد یه جا سفید باشه همون آنم سیاه باشه. یه جور، یه رنگ. اگه حسین رو قبول داری پس در خونه یزید چی کار میکنی؟ پس تو که تابلو علی بالا سرته، پس چرا مثل معاویه داری معامله میکنی؟ پس تو که اسم بچه تا علی میگذاری، پس چرا مثل معاویه عمل میکنی؟ یه جور باش.